فناوری به بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان‌ها مبدل شده و بی‌شک در شکل‌دهی آینده ما رول مهم خواهد داشت. خب در چنین جهانی جوانان افغانستان نیز در تلاشند تا با دانش، خلاقیت و اراده قوی سهم در پیشرفت‌های جهانی داشته باشند. سلام سارا جان. سلام مرحبا جان. خوب هستین؟ یکی از چهره‌های درخشان این نسل سارا واحدی است. کسی که با عبور از چالش‌های مهاجرت به دانشگاه معتبر آکسفورد راه یافت و با بنیانگذاری اپلیکیشن اعتصاب و ایجاد شرکت سوم نشان داد فناوری می‌تواند ابزار برای شفافیت، عدالت و امید باشد. می‌تونم یک دوره بله حتما. چرا نه؟ اینجا ما بخش تکنولوژی رو پیش میبرم در Institute of Technology and Justice، خصوصا حقوق بین الملل و پالیسی AI. میخواین که هر کسی از اینجا که فارغ میشن یک تغییرات به دنیا بیارن. شما چی تغییراتی میخواین به دنیا بیارین؟ ببینیم خب تکنولوژی یک بخش است که زیادتر راحت هستم و به نظر من در دنیای جدید تکنولوژی زیادتر تغییرات میاره به دنیا. در افغانستان تولد شده بودم و در سن 4 سالگی رفتیم طرف کانادا و مهاجر شدیم. مادرم و برادر خودم در سرحد امریکا و کانادا بودیم برای یک 6 ماه. یک شلتر زندگی میکردیم. بسیار یک وقت وحشتناک بود برای ما. به عنوان یک افغان من در یک سن کلان شده بود در کانادا. خب یکی شهر که زندگی میکردم اصلا افغان نبود، ایرانیا نبود، یک کسی که مویاش سیاه بود نبود، کسی یک کسی که چهرش مثل خودم باشه. در اون زمان حتی لغت افغانستان، گفتن افغانستان بسیار یک خطر کلان بود. بسیار زیاد همسنفیان ما را آزار میدادن که خب از یک جای هستی که القاعده و بن لادن و طالبان هستن. بعد از سپتامبر 2001 هویت افغان بودن برای من مهم نبود، چرا که من میترسیدم که بر مردم که من از افغانستان هستم. چه زمان هویت افغانی برات اهمیت پیدا کرد و افغان بودن برات مهم بود؟ من امرای یک NGO کار میکردم در شهر ونکوور و تو حد من گفتم هیچ افغان دوستای افغان نداشتم، اما برای من گفته بودن که خب تخلص چی است، از کدام ولایت هستی. این سوالا برای من یک چیز بسیار جالب بود، چون کس از من پرسان نمیکرد وقت. اما وقتی خودم میدونم که رواج چقدر شوق داشتم به افغان بودن خود، ما باز یک ذره زیاد سوال میکردم از مردم که خب ما از کجا هستیم، تاریخ خانواده ما چی است، تاریخ شما چی است. باز کم کم بر من یک ذره جالب شد که خب افغان بودن چی معنا داره. مادرم با تنهایی خود ما را بزرگ کرده بود. تحصیل باش مهمترین چیز بود. در افغانستان از پانتون کابل فارغ شد و میخواست که دکتر شود و وقتی که کانادا آمد کوشش میکرد، بخش فارمسی کار میکرد، نرسینگ پیش میبرد. اما از یک سن خورد به من گفته بود سارا تنها رای که باید پیش ببری امی آموزش است، درس است، دیگر راه نیست. وقتی که میرم یادم ملت متحد صحبت میکنم یا عالم در آکسفورد کار میکنم، یک جا افتخار است وقتی که مادر میبینه کارهای ما، چون من میفهم با چی سختی مادر ما را بزرگ کرده. وقتا که ما اصلا نان نداشتیم، گفتم از روزا میشه که 3-4 روز مادرم نمیدیدم. حالا در یک جای استاد هستم که مادرم سر خودم افتخار میکنم و من سر مادرم افتخار میکنم. من اصلا خودم سارا واحدی هستم و تا این حد رسیدیم، اما کلش از خاطر مادرم است.
در سال 2017 همراه یک انجیو به نام موزیک کار میکردم و یک تحقیق درباره ماجرا که در سال 2015 می آمدن طرف کانادا سرزی کار میکردم. جوانا به کدام شکل زیادتر خوش می باشن وقتی که کشور میان، چگونه میتونه حکومت کمکشان کنه. خب با چی نهادهای در داخل افغانستان شروع به کار کردین؟ ما همراه IOM کار میکردم برای 1.5 سال و دفتر ما در ارگ بود. کارهای پلیسی های مهاجر پیش می بردیم. یک پروگرام همراه بانک جهانی بود که در 12 ولایت میخواستن بیشتر مارکت ها برای مهاجر جور شود از ایران افغانستان، از ایران و پاکستان که می آمدن، چگونه میتونستن خودشان یک مارکت جور کنن یا یک بزنس، یک شرکت خود. و در پالیش هم دیگه ارگانا بود، UNDP و UNHCR زیادتر همشان کار میکردیم و فضای ارگ در اون وقت یک فضای بسیار مثبت بود، چون ما یک رئیس بسیار روشن فکر داشتم. یک رئیس بود که زیاد من راهنمایی میکرد من حیث یک بزرگوار. در می سال 2018 چه اتفاق افتاد؟ در اون روز شما شاهد چی بودین؟ یک روز نرمال بود برام. من روزانه پای پیاده میرفتم از ارگ تا به خانه‌ام در شهر نو. وقتی که یک کوچه از خانه خود دور بودم، یک کس گفته بود چیخ میزد که واسکتش کار نمیکنه. دیدم که یک دفعه دعوا شروع شد. یک 30 ثانیه بعد یک انفجار پشت سرم بود. دویدم طرف خانه خود که یک دفعه به بالکن خود رسیدم که باش ببینم که چی شد. باز یک انفجار شد، دو سه تا پشت و یک 30 ثانیه بعد، یک دقیقه بعد برای من یک دوستم در سفارت آمریکا کار میکرد. یادش بود که خانم در شهر نبود. گفته بود سارا برای من یک پیام آمده از سفارت که در نزدیک خانه تان یک انفجار شده. در اون وقت چون من در شاک بودم، گفتم چطور، یک جای تعجب بود، چطور میفهم که اینجا یک انفجار شد. گفت برای ما یک سیستم الکترونیک برای ما این پیام ها روان میکنه. بسیار به من جالب بود، چون خارجی ها تو یک اپلیکیشن داشتن. خودم به خود فکر کردم که چرا ما مردم عام به این شکل یک اپلیکیشن نداریم. بعد از سقوط افغانستان شما به کجا سفر کردید؟ بعد از سقوط برگشتم بر شهر نیویورک و درس خود ادامه دادم در پنتون کلمبیا در بخش طراحی شهری و دیتا ساینس و در پولوش 2 سال کار آموزی همراه شرکت اپل پیش بردم در بخش AI و یک کار بسیار جالب بود، چون تانستم که از خودم یک شرکت، بزرگترین شرکت تکنیکی در دنیا در این بخش AI ببینم که خب چگونه کار خود پیش میبرن و زیر چتر اپل کار شروع کردم که خودم یک شرکت AI شروع کنم به نام سوام. دوست دارم بدانم که کارت به عنوان مدیر عامل شرکت سوام چگونه است؟ سوام چی خدمات را بر مردم ارائه میکنه؟ سوام یک شرکت هوش مصنوعی است و ما در بخش پالیسی هوش مصنوعی کار میکنیم و در پالیش سیستم‌های AI پیش میبریم. در افغانستان هم 2 پروژه AI هوش مصنوعی پیش میبریم در زیر چتر اطلاعات رساندن بر دکترها و بر نرسا و در پالیش هم آموزش، یک پلتفرم آموزش ما سرش کار میکنیم که انشالله در سال آینده به خیر بر جوانان میرسانیم که چگونه میتونه خودشان مشخص یک پلتفرم داشته باشن که خودشان میتونن یک کریکولم جور کنن. اگر 1 سال از درسشان پس ماندن یا میخواین که پس به درس خواندن خود شروع کنن، این سیستم AI برشان یک کریکولم مشخص جور میکنه. در شرایط فعلی که دخترای افغانستان نمیتونن به مکتب برن، شما به عنوان یک تکنولوژیست برشان چی پیشنهاد دارین؟ چگونه میتونن در داخل خانه خود با استفاده از فناوری مثل هوش مصنوعی اینا به آموزش خود ادامه بدن؟ اول باید در روزهای مکاتب باز شوند. دیگر راه ناممکن است و این مهمترین چیز برای هم ما که در بیرون افغانستان است که باید سرزمینی کار کنیم. و برای دخترها و دختر خانم‌ها در افغانستان، چون من خودم تکنولوژیست هستم در بخش AI و هوش مصنوعی، استفاده کنین به اپلیکیشن های AI از طریق چت GPT. عالم دیگه اپلیکیشن ها هست که شما میتونید خودتان یک نصاب درسی
درسی جور کنین. دوستایتان میتونین جمع کنین 6-7 تا دوستا و مشخص یک نصاب درسی براتون جور کنین. دختر خانمای افغانستان از همه دخترها در دنیا قوی هستن و انشالله از این تاریکی یک راه حل پیدا میشه. With one from a student named Tahmina. Again, after 30 years, Afghanistan is the worst country in the world to be a woman. But this time, we are not silent, and our voices will reach every corner of this earth. Our position is clear: no to gender apartheid. Stand on the right side of history and support us in our fight. Thank you. مرحبا جان، شما را آوردم در مرکز شهر آکسفورد که یک فضای نو شما نشان بدم و این مشهورترین منطقه آکسفورد هست. نام ساختمان رادکلیف کمره است و در قرن 18 ایجاد شده. مرحبا جان، من میخواستم یک ساختمان بسیار تاریخی براتون نشان بدم. این نامش بریج آف سایز است، یک ساختمان بسیار مشهور است در آکسفورد و در قرن 20 جور شده و الهام گرفته شده شهر ونیس است در ایتالیا. جالبی است که دو کالج هم وصل میکنن. سورالی، خودت یکی از معدود دخترای افغان هستی که در دانشگاه آکسفورد درس میخوانی. وقتی تازه شروع کردی به درس خواندن و اولین بار به این شهر آمدی، چه احساس داشتی؟ یک احساس بسیار مثبت داشتم، چون وقتی خود بودم من کتابای هری پاتر زیاد میخواندم، بسیار زیاد خوشم میآمد و این داستان هری پاتر زیادتر داستانش درباره آکسفورد است و بیشتر چی رقمی یک دانشگاه هری پاتر درس میخوانم. به این شکل حس میکنم که خودم در یک کتاب هستم. یک جان تشکر از امروز سارا جان، واقعا یک روز شیرین و قشنگی بود. تشکر. بریم خیلی قدم بزنیم یک زدگان آکسفورد براتون نشان بدم. حتما، چرا نه.